به نام خدا. سلام دوستان، حال تو چطوره؟ چی کنید؟ کجایید؟ راست چه بگید؟ دوستان عزیز، خاک بر سر لیبرالا فراموش نش. ما از این به بعد تصمیم داریم به آقای پوزیده یا پزشکیان بگیم خاله مسعود و از شما میخوایم تو کامنت هم بهش اشاره کنید. چرا خاله مسعود؟ خاله نق میزنن، غرغر میکنن. خاله مسعود نیومده مشکلات حل کنه به عنوان رئیس جمهور، بلکه اومده نق بزنه، اومده یه سری کارهای فانتزی انجام بده. بله، جلوی نمیدونم قانون حجاب بگیره، واتساپ سامانه به قول معروف پلتفرم جاسوسی رو تایید فیلترینگشو برداره، این کارا رو انجام بده، حصر موسوی و کروبی رو پایان بده. خاله مسعود که واسه نون آب مردم نیومده که ازش میخواین. چرا میگیم خاله مسعود؟ بله، خاله مسعود چیه کنی؟ جارو رو بذار کنار خاله، اینو ببین. خاله مسعود اینجا داره. بله، با من چه مربوطه؟ مگه من رئیس جمهور ایرانم؟ تا من رئیس جمهور نیستم. من به اندازه خرچرمسه میرزا هم مسئولیت ندارم توی کشور. برید یقه این تحلیلگر لیو رو بگیری. رضا رخشان چیه کنی؟ کجانی؟ مسئول رضا رخشان آقا، ما نیستم، ما هیچ کنکم هیچم. این خاله بازی ها چیه برادر من؟ انتخابات ریاست جمهوری برگزار کردی، رأی به یکی دادی، بعد میگه به من چه مربوطه؟ پس به کی مربوطه؟ آقای مربوطه سریال میداد زمونش آقای مربوطه. این داره منو تهدید میکنه. من چه کاره بودم؟ من نکاره بودم. من نکاره ای بودم. من رئیس جمهورم ولی آب از اونجا من نبردم. من نبودم، از خرچرمسه میرزا هم نبودم. بله، میگه این چه عدالتی، این کاری من نکردم. اونی که کرده یخشو بگی. اونی کرده یقشه. ما هیچ کنکم. من آقای مربوطه، من خاله مسعودم. فقط من رئیس جمهور نیستم. من خالم. اون معاونی داشت آقای علیزاده بود، کی بود؟ رفته بود قطب جنوب. حالا یه صحبت هایی کرده که من اصلا با خاله مسعود در ارتباط بودم توی سفر، که اینا گفتن نه خاله مسعود هم از رسانه ها فهمیده. دروغ گفتن. فشار رسانه، فشار افکار عمومی. دوستان، افکار عمومی خیلی قدرتمنده و اینا در مقابلش کمیان. ما باید بخوایم از اینا، باید اینا رو تحت فشار قرار بدیم، وگرنه اینا نیومدن نون آب مردم رو بدن، اینا نیومدن مشکلی از مشکلات مردم رو حل کنن. ما همیشه گفتیم اینا پایگاه طبقاتیشون، فکرشون، ذکرشون اون طبقه پولدار و متمول جامعه است. اصلا اومدن که درد اونا رو کم بکنن، نه درد نون آب مردم. من همین الان که دارم خدمت شما دارم برنامه میسازم، بعد از یه قطع 2 ساعته برق اومدم اینجا. یه کمی هم دیر شده بخاطر اینکه 2 ساعت ما قطعی برق داشتیم. خاله مسعود که نمیومده قطعی برق حل بکنه، ناترازی برق حل بکنه. ناترازی که مهمترین مشکلش سوء مدیریت. آقا شهید رئیسی دولتش تونست مدیریت بکنه برقو و دیدیم هم صنایع برق داشتن هم مردم برق داشتن. فشار بود اما مدیریت باید انجام. یکی بس آقای مهرابیان میخواست که اینو مدیریت بکنه. خاله مسعود که نیومده مدیریت بکنه. وقتی خاله مسعودی که به من چه مربوطه، بقیه هم میگن به من چه مربوطه. البته این ملت حقشونه. کسی که خودش به زبان خودش بیاد من هیچی نبفهمم، من اصلا برنامه ندارم، من اصلا هیچ کنکم، من اصلا هیچ نبفهمم، بعد بیای بهش رأی بدی. کی حاضر دخترشو به همچین آدمی بده؟ تو اینو که شما اینو کردی رئیس جمهور، بعد الان غر میزنید که آب نداریم، برق نداریم، گاز نداریم، فلان نداریم. نه، تا حقمونه. لیاقت بیشتر از این نداریم. بله. اما از خاله مسعود که بگذاریم، امروز در مورد شانشاه ورتونپت برنامه داریم. شانشاه مردی از تبار
رضا شاه قاطر قلیو. بله ببخشید این کمی دوربین ما تنظیم افتاده، این برق و این ویدیو. بله خاطر چیه؟ استبل اسبای هلندیا در ایران، کسی که هیچ کس نمیدونه پدر بزرگش نامش چنه. عامل انگلیسی ها آوردنش، انگلیسی ها هم بردنش، همونطوری که پسرش خارجی ها گذاشتن. خارجی ها هم تو کنفرانس گوادلو بهش گفتن هری، این هم گفت چشم منم هرم. حالا هم طولشو میخوان با کمک اسرائیلیا، خیلی علاقمندم مثل پدر بزرگ و پدرش، اینم توسط اجنبیا بیاد سر کار. دیدم کنفرانس مشعشع مونیخ که کوه رضا پهلوی خورتونپت موج زایید، گویا بینشون گیس و گیسکشی افتاده. آقا اینا دارن موها یک ترین میکشن، فوش و فضیحت. و در فضای مجازی هم یکی از وژنات این جریان سلطنت طلب ولمعطل بد اخلاقی و بی‌ادبیشونه، پاچگیرن. اینا افتیدن به خورتونپت که تو هیچ کنکی، تو اصلا یه شلغمی چاقاندری، انت اصلا موش قابل و جان سرگن زیبا کلام. این هم اومده یه بیانیه منتشر کرده. میخوایم در مورد بیانیه شونشا با هم دیگه بگیم و در این مسئله هم بحث خواهیم کرد که چرا رضا پهلوی با صهیونیستا، با اسرائیلیا، این نزدیکیشون چه دلایلی داره. یه نگاهی بکنیم به تاریخچه نزدیکی روابط خاندان پهلوی با اسرائیل. بله رضا خورتونپت این خب غیرت نداره، این که آرداره اشاری بیاره مناره. مثلا این خارجی ها رو میبینیم، مثلا پرنسس دایانا 1999 بود 97 بود تصادف کرد، فوت کرد، تمام انگلیس غرق در ماتم شد. یه واقعا پرنسس بودا، یه شخص خودساخته. بعد اینا پرنسس هاشون مثل اینا خب بیکاره نیستن ها. یعنی واقعا یه بانوی شایسته، لباس پوشیده، خیلی باوقار، با شخصیت. پرنسس ها ایمان ببینیم، پرنسس داریم، اولی پرنسس ها مونه ببینیم چه باویده. پرنسس این پرنسس فرح پهلوی، نوه اون فرح دیبا، پرنسس مونه، خیلی پرنسس مونه. بذاریشون فیلم پرنم تو فضای علنی بازی میکنه. البته پرن بازی کردن توی خاندان پهلوی اپیدمی تاته. نازک پهلوی این هم پرنسس بید ولی پرنستارم بازی بکرد. و همچنین خودکشی، یکی پرنستاری در این خانواده اپیدمی، یکی خودکشی یا خودکشوندن. این پرنسس ما شانس پرنسس نداشتیم. پرنسس مو کل زی بغل و او بغل، زی سیاپوس دوست دارن، موبور چشمابی دوست دارن، همه چی دوست دارن. این پرنسس ها ما، پرنسس، این پرنسس مونم ببینیم. یاسم والا گوهر یاسمین آموتامی ملی شیر زرد. واقعا شیر زردی آموتامی ملی. حق داری آقا، حق داری. من همیشه وقتی که تو را میبینم یاد یه جوک ده 60 میفتم. یکی از شروط ازدواج یک بانو، یه دختر، این بود که من با فوق لیسانس ازدواج میکنم.
بعد یه آدم فضولی شیطونی هم گفت بله منم فوق لیسانس دارم. اون موقع که فوق لیسانس کم پیدا میشه. گفت خب مدرکت کو؟ مدرک من شب عروسی بد نشون میدم، الان نشون نمیدم. خلاص عروسی کردن. بعد گفت مدرکت؟ گفت حالا در عین اون زناشویی اینا گفت خب تو لیسانسی، من فوق لیسانس. حالا این عمو تامی مرلی این فوق پهلویه، این فوق والاگوهره، فوق یاسمینه، فوق رضا پهلویه تاتا. یعنی گپ، یعنی خیلی کاردیور سیاق وجدانن، بیرقت بالا. یعنی تامی مرلی بشینه پیش دوستاش حقیقت ما فوق شونشا، اما حق داره آقا پوز بده. پیا دیوری آقا هر کسی نمیتونه این کارو انجام بده. نشون به اون نشون که این خاندان هیچ وقت با ایرانیا نمیپرن. بله او موتامی هم دهولت. بله پرنسس ها ما را دیدی چه پرنسس بیدن، خیلی پرنسس بیدن. بله چه نزاکتی، چه وجناتی، چه اباحتی، چه اصالتی اصندشو میبارست. خب حالا بریم سراغ خورتومپتی که کل زندگی 1 ساعت کار نکرده، یک ولگرد بی خاصیت به تماما. تو کتاب خاطرات علم اومده، علم یه جا میگه الوزد ولیت، حالا نمیدونم چه ولیت با چی میگفتن، این خیلی خوب بزرگ شده فلان، خیلی خوب. آره شاگو آره تو بی‌مسئولیتی گشتل خیلی بزرگ شده. خود بابا هم میدونست این ولگرد بی‌مسئولیت، کسی که مثل کلاشیر یا در حال همون کارهایی که عمو تامی مرلی انجام میداد اینم انجام میدادی گشتل، یا تو کازینو همیشه هم انگشتش تو دماغش بود، هی بازنده هم میشد ولگرد. پولاشو میبردن. یه بار صحبت کرده بود فرای دیبا، فکر کنم با صدای آمریکا بود، گفت نه با من و تو بود، گفت یه بار کلا گذاشتن سرش 10 میلیون دلار پولش هم خوردن. یه ولگردی که نه میتونه پولش نگه داره، نه دختراشه، نه زنش حفظ کنه. بله یه بیمس، یه ولگرد واقعا به تمام معنا. نه سوادی، نه مدرکی، نه شعوری، نه عقل نداره. تعطیل هم خدا وکیلی، تعطیل. تمام عقلش توی نفتش، توی دماغش هم. دماغش ازش بگیری دیگه هیچ، میمیره. بله برکت دماغ. خدا به جای عقل گفته این دیگه پتی بش بدم که سکو بره تو چشال مردم در بیاره. سلاح و ابزاری دماغشه. بله حالا این زیر مشکلون بیانیه‌شو ببینیم. بیانیه‌اش میاییم به زبون ساده، مخر نیستم، افهمم این قمو بیقابل نیستم. اونم داره به طرفداراش میگه، نه به اپوزیسیون چپ و راست اونو مشه گشتلن، نه. بله اینا توی بیانیه خورتومپت میگه که همه میهنان سپاسگزار حمایت گسترده شما از همایش همکاری ملی برای نجات ایران در مونیخ و همچنین از کتابچه دوران اضطرار پروژه شکوفایی ایران است. دیدید مونیخ چقدر شلوغ بود؟ اصلا یه پیروزی گپی بیتاتا، دست کم نگیرید. مونیخ خیلی سخت بید، مثل شورای ملی گراز بود. این مونیخ هم گپ بید دیگه، اسم شورا هم نمیذارن دیگه، شورای ملی گراز، شورای فرشگر، شورای ققنوس، شورای نون. بله حالا رفتن سراغ همکاری ملی. در همین بازه کوتاه من و تیم همراهم سید قاسمی، گشتل و این ولگردا اینا پیام‌های فراوانی حاوی حمایت، همفکری، پیشنهادهای سازنده دریافت کردیم که در برنامه ریزی گام‌های بعدی ما بسیار واحد راهگشا خواهد بود. 4 روز دیگه مثل شورای ققنوس و فرشگر که خودت به دست خودت منحلشون کردی، اینا میره پشت پلی پاپات. بله
4 تا فانت بشو بگیریم بعد منحل کن دست به منحلش خیلی خوبه. همان گونه که همواره تاکید کردم نقد منصفانه و گفتگوی سازنده امری ضروری است و به بهبود مسیر ما کمک میکنه، اما در مقابل تخریب سازمان یافته، اتهام زنی و تهمت زنی و الغای بی‌اعتمادی علیه برنامه و تیم من، آنم از سوی افرادی که خود را حامی میدانند، اقدامی ناپذیرفتنی، غیر منصفانه و غیر اخلاقی که به انسجام و همکاری ما آسیب میزنه. یعنی شما باید گوسفند باشید. یه بار گفته بود، فکر کنم تو صحبت با شهرام همایون گفته بود که اینا گوسفندن، این پهلویچی ها همه حرفا بهشون زده. خب میگه عقل نداره، نفت داره، این مثل گوسفند میمونه. دقیقا هم تو تعبیرش گفته آقا همچنان گوسفند بمانید. شما چه به نقد، شما چه به اعتراض، شما مالی حرفا نیستید. ولگردی به نوعی درست هم میگم، این لیاقت نداشت. این پهلویچی ها سلطنت ما عقل دارن، شعور دارن، شرف دارن، هیچی ندار، مشتی هیچی ندار به معنای واقعی. یه مش خائن درپیتی که یه گوپ گشاد دارن که فکر میکنن که خیلی وطن پرستن. آره، این رفتار و تلاشا برای ترسیم چهره بی اختیار، ناتوان و تحت نفوذ از من توهینی آشکار به شخصیت من و به شعور سیاسی هم میهنانم است. خف مشتهی و چنین افرادی را حامی خود نمیدانم و حملات زنش افتراآمیز سازمان یافته و هدفمندشان را که با هدف کمرنگ کردن موفقیت بزرگ همایش همکاری ملی انجام می شود قاطعانه محکوم کنم. محکوم کنیم. خیلی از سلطنت طلبا بودن که بعد اینکه با رضا پهلوی همکاری کردن تو پت پوزش زده شد و رضا پهلوی هم بعدن در اینا خانوادتا نامردن. یعنی نامردی و رفیق فروشی و آدم فروشی تو خاندان، تو بطن خاندان پهلوی. پدر بزرگ گور به گور شدهش یه سری افراد بودن که اینو برکشیدن، بهش پرابال دادن، کمکش کردن. یکی مرحوم داور بود، کاری کردن که خودکشی کرد. یکی چیز بود، فروغی بود، تا آی اواخر خانه نشینش کرد. یکی سردار اسد سوم بود، با توسط پزشک احمدی کشتش. سردار بهادر، معروف به سردار بهادر. اون کی بود؟ قصاب لرستان، سرنگ میر احمدی. این همه قصاب آدم کشت تو لرستان و این ور اون ور. بعد خوبه چی بهش پست بده؟ استبل اسباب سلطنتین و جایزه اون قصاب آدم کش. بعد از اون همه جنایت بود دیگه. کی؟ تیمورتاج هم توسط پزشک احمدی کشته شد. پسره هیچ کس مثل این هویدا بله قربانگو و خر باباش نبود. دیدیم که اونم رها کرد، زندانیش کرد، بعدم رهاش کرد و خیلی های دیگه. اصلا میگن آدم فروشی و نامردی تو خون این خاندانه. اینا اصلا غیرت دارن، مروت دارن. پسر ولگردش هم همینه، یه روز با ققنوسه، یه روز با فرش کرده، یه روز با انگشتش تو دماغشه با شهرام همایونه، یه روز با هر روز. اما این خاندان با یه نفر، با یه جریان رفاقت و خویشاوندی و فامیلی همیشگی دارن. اونم با کیا؟ بله، با اسرائیل و صهیونیستا و یهودیا. یعنی از زمان پدره که سرمایه‌داران یهود مثل القانیان و اینا اومدن همه کاره بودن توی مملکت. ایران بعد ترکیه اولین کشوری بود که، دومین کشور مسلمانی بود که اسرائیل رو به رسمیت شناخت. روابط بسیار گسترده صهیونیستا با دولت محمد رضا پهلوی داشتن. یه کارایی کرده بودن هلوش قزوین و اینا، تو بحث کشاورزی و اینا.
و اینا ارتباط نزدیکی داشتن و همچنان هم دارن با خاندان پهلوی. و جالبه بدونید دختر رضا پهلوی خورتومپت، یعنی ایمان دخترش، که فکر کنم دومین دخترش میشه، با یه یهودی تاجر یهودی صهیونیستی به اسم برادلی شرمن همین امسال ازدواج میکنه. یعنی یه ازدواج سیاسی در راستای تعمیق روابط بین پهلویچیا با صهیونیستا. برادلی شرمن یک سرمایه‌دار، یک میلیاردر اسرائیلیه، نه فقط یهودی که مثلا تو نیویورک یهودی زیاد هست، نه این اصلا اسرائیلیه. یعنی و سفر ای ولگرد سال 402 به اسرائیل، دیدار با نتانیاهو و اسحاق هرزوگ، اینا دوستان عزیز گفتیم با خصوص این فره دیبا، جاسوسای موساد در ایران همه کاره بودن آقا، زبون محمد رضا پهلوی. و این ارتباط حفظ شد. الان هم خود دیگه ازدواج سیاسی کردن که نمود ازدواج سیاسی رو به قول الجزیره رضا پهلوی هیچ محبوبیتی در ایران نداره، اما صهیونیست‌های دلغک رو میخوان که بگن بله ما بخشی از ملت ایران میخواد که به ایران حمله کنیم. اونا واسه توجیه کارهای خودشون، جنایت‌های خودشون به این الدنگ احتیاج دارن. صهیونیستایی که برنامه‌شون شما از کیا باید بفهمید؟ دکترینشون که همون تجزیه کردن منطقه است، بالکانیزه کردن منطقه، و اصل اساسشون ایرانه و تقسیمون به 7 کشور. برنامه تدوین شده و رضا پهلوی دقیقاً به عنوان مهره، یک مترسک واسه چی؟ واسه پیش بردن این اهداف. دقیقاً یک کشور تسلیم شده مثل مارشال پتن در زمان جنگ جهانی دوم. مارشال پتن در فرانسه به عنوان یک خائن شناخته میشه. چرا؟ چون اومد پیمان تسلیم رو با نازی‌ها قرارداد تسلیم رو با نازی‌ها امضا کرد. بعد جنگ هم به خاطر کولت سنی که داشت بخشیدنش. این دیگه گفتن این ریق مرغ یک چند ماه دیگه میکشه دیگه، واسه همین گذاشتنش. ولی در چیز فرانسه یه خائن شمرده میشه، چون در زمان اشغال فرانسه این با نازی‌ها همکاری میکرد، قرارداد تسلیم با نازی‌ها بست. رضا پهلوی هم میخواد یک مارشال پتن در ایران باشه که تسلیم نامه رو، ایرانی که نه موشک داشته باشه، نه هسته‌ای داشته باشه، نه سلاح نظامی آنچنانی داشته باشه، خود تسلیم شکست خورده است دیگه. در هر صورت این خورتومپت، خبر خوب اینه که خوشبختانه گفتیم اینا در ایران هیچ وجاهتی نداره، هیچ محبوبیتی نداره. اینقدر این خاندان بی آبروان. این برادرش علیرضا رحم به دوست دختر برادرش نکرد، کار علیرضا رو به کشتن داده. گفته بودن علیرضا توسط با 2 تیر ساچمه‌ای تفنگ شکاری رو میشناسیم برارو. کی میتونه 2 تیر تفنگ ساچمه‌ای به خودش بزنه؟ همون اولین که زر شیپالدار میشه میره به کارش دیگه، اونم از فاصله نزدیک. و اجازه دخالت به پلیس هم ندادن که بیاد این قتل رو که به اسم خودکشی جا زدن. چرا؟ میگن علیرضا خیلی بخوره جربزش خیلی دیگه الدنگ بیشتر بوده. اما جریان صهیونیستی و مادره که عامل این جریانات بوده، سرمایه گذاریشون روی خورتومپت بوده، واسه همین ماسمالیش میکنن. بله آقا، وقتی جریان این صهیونیست. بعد اینم بگم این فیلمی در اومد تو جزیره بالی،
خودش و پهلوی، حالا مردم نشسته بودن، پرنسس ما تحت دور میزد، نمیدونم میرقصید و فلان، جلف بازی در می آورد پیش مردم. آقا جریان آبستین یعنی این نشون داد که مشخص کرد که این که جزیره داشت، یکی از کسایی که جزیره رفته قطعا رضا پهلوی بود. قطعا موساد از امثال رضا پهلوی هم نقطه ضعف داره، هرچند این نقطه ضعف نمیخواد، خود به خود کوچ میاد باشون، ولی وقتی اون میتونه ترامپ و بیل کلینتون و اینا رو خر خودشون بکنن در راستای اهدافشون، امثال رضا پهلوی ها که عددی نیستن. این گزارش رو ببینیم دوستان، ببینیم که چقدر جریان صهیونیست جهانی چه جریان خبیثی است و چه کثافتکاریایی که از اینا بر نمیاد. بله. Last week Epstein's lawyer میگه هفته گذشته وکیل اپستین آلن درزویتس توی هفته اسمت Alan Dershowitz came on this show, the emeritus professor استاد بازنشسته حقوق از دانشگاه of law at Harvard, and said no, در Trump's این برنامه حضور یافت و گفت behavior as regards Gaza, نه رفتار ترامپ در رابطه با غزه، بمباران ایران، as regards bombing Iran, as regards bombing Yemen, بمباران یمن و تمام اقدامات او را نمیتوان با all his behavior can't be explained by any blackmail هیچ گونه شواهد تهدیدآمیز ویدیویی از ترامپ tapes of Trump. Do you believe in any way that the genocide توضیح داد. خود وکیله دیگه، وکیلی طور نگه من میخوام بگم. بله ایشون اونی که میبینی تصویر این شخص، این بازنشسته سابق سازمان CIA in Gaza is being prolonged آیا شما باور دارید که نسل‌کشی در غزه by the late Jeffrey Epstein? به خاطر جفری اپستین طولانی تر شده است؟ یعنی ترامپ هم تو این جزایر با دخترای 14-15 ساله، بله، فسق و فجور، بعد این عکس‌ها جفری اپستین عامل موساد بوده، عکس‌ها رو در اختیار موساد اسرائیل نتانیاهو قرار داده و اینو حتی چیز هم گفت، حتی ایلان ماسک گفت، مدودوف در روسیه گفت آقا این پرونده خیلی ناجوریه این. بله حالا ببینیم این مقام پیشین CIA در مورد این چی میگه، آپستین چی میگه. I certainly believe میگه به خاطر جفری آپستین طولانی تر شده است. that the من قطعا معتقدم اسرائیلی‌ها مطمئن شدن که Israelis are making بله آری بن منشه افسر سابق موساد، من گفتم CIA، ببخشید موساده، این میگم CIA، پس این خیلی مطلع‌تر از CIA دیگه. sure that the Americans do not آمریکا جلوی آنها رو برای کشتار در غزه stop them from the killing in Gaza. نخواهند گرفت. دلیل داره. I believe that the باور دارم که دولت American آمریکا به نوعی در دام government is sort of trapped by the Israelis. اسرائیلیا اسرائیلیا افتاده است، در دام اونا افتاده است. Jeffrey Epstein is one of their جفری آپستین یکی از ابزار آنها برای tools to trap them. And what do you think of به دام انداختن آمریکایی‌ها بود. Dershowitz's denial? و نظر شما در مورد انکار درزویتسیه و این گشتر ولکوی زیر مشکلونه چیه گویی؟ اگر این حرف نزنه خب کی میخواد بگه؟ وکیلش بیاد. Yeah, hold on a second. یک لحظه صبر کنید، میخوام یه مثالی بزنم. این گشتر صهیونیست میخواد مثال I بزنه. want to give you an example. Bill Clinton, President بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا که او هم تو این جزایر رفته، آپستین هم بردهش فیلم. بیل کلینتون سابقه هرزگی بسیاری داشت اون زمانی که فرماندار کی بود؟ فرماندار اریزونا بود فکر کنم. آره فکر کنم اونجا هم پرونده هرزگی و یه آبروریزی مثل مونیکا لوینسکی هم داشته. واسه همین تو انتخابات اومد معاونش آقای الگور قرار داد. الگور تو آمریکا
یه شخص به شدت خانواده دوست و خوشنام بود تو آمریکا و به وسیله الگور میخواست این بدنامی خودش رو پوشش بده که موفق هم بود. بله. President Bill Clinton, Ehud Barak و اهود باراک با یاسر عرفات در دهه 90 met Arafat in the 90s, and there was no deal. ملاقات کردن و هیچ توافقی به نتیجه نرسید. من یادم میاد اون زمان من اون مذاکرات رو خیلی دنبال میکردم تو زمان بیل کلینتون. اهود باراک نخست وزیر اسرائیل از حزب کارگر بود. خود صهیونیست‌ها میگن پیشنهاد سخاوتمندانه، البته تو عالم سعی. اهود باراک حاضر بود 94% کرانه باختری رو بدهد به اضافه غزه، اما سر جریان بیت المقدس شرقی با عرفات به اختلاف خوردن و یادم میاد حتی توی جای عرفات میخواسته مذاکرات رو ترک بکنه، مادلین آلبرایت وزیر خارجه آمریکا تو میگن درا رو ببند، اجازه خروج بهش نمیدادن. خلاصه اونجا یه شکست بزرگ بود که نتیجهش شروع انتفاضه دوم و درگیری‌ها تا امروز بود. از اون زمان، از اون شکست و مذاکرات به امروز و مذاکرات اسلو دیگه به محاق رفت. بعدم که نتانیاهو اومد، حتی قتل رابین خیلی معتقدن چون توسط یه دست راستی صورت گرفت به سفارش نتانیاهو رابینو زدن. The reason was Epstein. دلیل این مسئله آبستین بود. یعنی آبستین جلوی توافق گرفته. چرا؟ چون آبستین نزدیک بوده به دست راستی ها لیکود، حزب لیکود در اسرائیل. یعنی کی؟ نتانیاهو. نتانیاهو که گفتیم اون بود، خیلی خانواده رابین معتقد بودن یا هنوز هم هستن که دستور حزب رابین، کشتن ترور رابین توسط حزب لیکود و نتانیاهو، شخص نتانیاهو صادر شده و آبستین رفیق شیش دست راستی ها بخوانید حزب لیکود و شخص نتانیاهو بوده. و اینم دلیل هم داشت. دو دسته مخالف مذاکرات اون زمان بیل کلینتون بودن. یکی از حماس و جهاد اسلامی و جریان تندرو سازمان الفتح مثل مروان برغوثی که الان تو زندانه، محکوم به 4 بار حبس ابد شده. و یه جریان مخالف هم دست راستی و تندروهای صهیونیستا مثل حزب لیکود و از سایر احزاب کوچکتر مذهبی که اینا متحدین تاریخی حزب لیکود هستن. آنها توسط آبستین تحت تهدید قرار گرفته بودند. Epstein. Ehud Barak was also a friend of اهود باراک نیز دوست آبستین بود، اما نه دوست Epstein. The prime او نخست وزیر اسرائیل در آن زمان بود، اما minister of Israel at the time, but he was being blackmailed by او هم تحت تهدید جناح راست اسرائیل قرار داشت، یعنی حزب لیکود، یعنی نتانیاهو که اون زمان جوان بود و به قول معروف دیگه از اون زمان بعد از شکست مذاکرات بین باراک و اهود باراک و عرفات دیگه تا امروز حزب لیکود و نتانیاهو، البته یه دوره کوتاهی حزب کادیما که هم اینا از لیکودی بودن ولی با آریل شارون که بر ریق مرگ سر کشید، بعد اهود اولمرت و سیتی لیونی اینا اومدن حزب کادیما رو ساختن. فکر کنم یه 3-4 سالی اون به جز 3-4 سال دیگه از اون زمان دهه 90 تا امروز نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و از این رابطه رکورددار تو این رژیم. Israeli right wing as well, and they stopped an agreement آنها با عرفات در آستانه رسیدن به یک توافق with Arafat. They were about to reach an agreement دو دولتی بودن، اما این توافق به there خاطر for a two-state solution, but
that was stopped because of آبستین متوقف شد. Epstein. They were both being blackmailed آنها هر دو توسط آبستین تهدید می شدند. by Epstein. Ehud Barak And has been on. Israeli. و باراک به خاطر این قضیه از این برنامه خارج شد. میبینید دوستان، یهود سیاستش همیشه این بوده، به خاطر که زندگی انگلی داشته. یهود امنیت همیشه از دیگران گدایی میکرده. نمیگم صهیونیست، میگم یهود. این چون تاریخیه دیگه. حالا مثل کی بوده بشه به کورش هم یک صهیونیست بود، حالا سوپر انقلاب مرد فکر کنم. و چون گفتیم امنیت همیشه گدایی میکردن از قدرت‌های زمان، واسه اینکه بتونن تاثیر بذارن رو معادلات، از زن و پول استفاده میکردن. اشوه استر، سیاست اشوه استر فرستاده بودن پیش رضا خشایارشاهی که مست بوده، بعد تو فرمان مستی مثلا آن چیزایی که میخواستن، فرمانهایی که میخواستن صادر میکردن. فرمان قتل عام مثلا مخالفین صادر میکردن. در دوره‌های بعدم همینطور زن می آوردن واسه خلفا و پادشاهان عثمانی که اکثرا زنباره بودنم. انگلیسی ها همینطور و آمریکایی هم همچنین. برعکس چیزی که لیبرال ها میگن اینا چشم و دل سیرن، نه تا اینا خیلی بدبخته، دوپیلی هن. تنها رهبر جهانی، تنها در جمهوری اسلامی بود که ما زنبارگی در حاکمانمون نداشتیم. تو آمریکا اینا هم تا خود امروز، حالا بعضی داشتن رؤسای جمهوری که مقدار خانواده دوست بودن، مثلا جورج دبلیو بوش مثلا، حالا جدا از اون پدر سوختگیش و جنگ طلبیش، نه، رابطه خودش و لورا بوش و اینا خوب بود، آدم زنباره ای نبود. بالاخره اینا رو از چیزای دیگه، بله اونا چون نوکان بودن، اینا خودشون صهیونیست انگلیس چیز بودن، مسیحی صهیونیست بودن، جایی که به تصمیم بزرگ نیاز داشتن نقطه ضعف میگرفتن. قطعا در ایران کلی آدم سلبریتی، مقام، مسئول با همین اشوه استر، با خشتگ یا از طریق جیب، دوستان عزیز، در حال جاسوسی، خیانت بر علیه ایران ما هستن و به نفع اسرائیلیا. این یه تهدیده. آقا طرف وقتی متحد خودشو، مقامات سیاسی، بزرگترین مقامات سیاسی جهان رو در آمریکا به این راحتی در دام میاندازن، در ایرانی که ما خیلی این لیبرال خموشی عقده‌ای هن. مثل اون شهردار تهران 60 سال 70 سالش میره دختر 20 ساله میگیره، بعد تا چی میشه تق 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 7 تا تیر بزن تو ملاجش، بعد اینا میشن حامی زنم. جالبه تو این سالا خیلی از گفتیم تو ایران به همین سادگی تو دام انداختن. طرف سلبریتی بوده رفته خارج کشور کثافتکاری فیلمشو گرفتن دیگه، مجبوری. تو فتنه زن زندگی آزادی دیدیم خیلی هاشون حالا گویا در توسط دستگاه قضایی اینا فراخونده شدن، اعتراف کردن آقا ما تحت فشار بودیم. این یه حقیقت تلخ داره دوستان عزیز. امروز جهان توسط این جریان جهودیسم در حال کنترل. یه انصافاً باید بهشون تبریک گفت، موفقن آقا. 15 میلیون بیشتر جمعیت ندارن، الان کل جهان در دست گرفتن. یعنی یه اقلیت به نظر من بسیار موفق، اما خب مخرب، تخریبگر. یک اقلیت موفق ولی شرور. و ما باید هوشیار باشیم. این باک‌های عظیمی که تو کشور دیدیم توی جنگ 12 روزه به خوبی مشخص کرد که ما خیلی ضعف داریم، خیلی آسیب دیدیم، چاله چوله هامون خیلی زیاده. به قول ما تو لوری نفوذ شده گداگوی، مثل شکم گاو شده دیگه، باز شده. باید فکری کرد براش. تنها توصیه‌ای که میتونم به مسئولین جمهوری اسلامی بکنم اینه که آقا تو رو خدا مواظب خشتک‌های خودتون باش. تو رو پیغمبر
حالا جیباتون هم صفر ببندید آقا. چقدر میخواید بخورید؟ بس والا. سیرمونی ندارید هونتو در میاد. بله. این از اینم از آبستین بفتی بله. در استرالیا یک تظاهرات گسترده بالا 300,000 نفری برگزار شده و عکس رهبر ما رو بلند کردن و چیزی که به شدت موجب وحشت رژیم صهیونیستی شده، به طوری که گید اونسایر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی میگه استرالیایی ها بیدار شوید. بله. معترضان تندرو امروز در پل بندرگاه سیدنی تصویری از رهبر عالی ایران را در دست دارند. خطرناکترین رهبر اسلام بنیادگرا، بزرگترین صادرکننده تروریسم در جهان و عامل اعدام‌های گسترده، پدر سوخته تر و جانی تر از دیگه. یه حرفا البته خریداری نداره توی جان. در نکته پایانی هم بگم شبکه ضد ایرانی از تغییر هم که شبکه اردنی تایید کرده که ایران با موفقیت سامانه S400 که ما هم اعلام کردیم چند روز پیش در اصفهان آزمایش کرده. دیدم یکی از مقامات پیشین سازمان موساد هم اینو تایید کرده که ایران سامانه S400 رو با موفقیت چیز کرده، چیزی که باعث وحشت رژیم صهیونیستی و یه خبر بدی است واسه خلبانان این رژیم. اما در پایان رئیس جمهور برزیل میگه برزیل دیگه به آمریکا وابسته نیست و ما باید هیمنه دلار رو بشکنیم. آقای لولا دا سیلوا رئیس جمهور چپگرای برزیل که یه زمانی ما سندیکایی بوده و از طریق مناسبات کارگری به این جایگاه رسیده و ما هم یه زمانی سندیکایی بودیم و یه زمانی در ایران حضور داشت، ما اون زمان اخراج بودیم و زندانی بودیم و نامه‌ای نوشتیم و خواستیم از مقامات ایران به وضعیت ما رسیدگی بشه، اعتراض بکنه نسبت به سرکوب سندیکالیستا در ایران و اعلام کرده. لولا دا سیلوا گفته که برزیل دیگر مثل گذشته با آمریکا وابسته نیست و به هیچ کس اجازه نمیدهد سیاست‌های اقتصادی خود را به آن دیکته کند. دیدم هند هم اینو اعلام کرد، آقای مودی هم اینو اعلام کرد که ما واسه تجارت و چیزمون خودمون تصمیم میگیریم. یعنی دیگه اون ممر و لولو برد. جان تک قطبی یعنی بای بای. آمریکا به عنوان سلطه‌گر تخلاهای ترامپ میبینی آخرین تخلاهای یک هژمون واسه اینکه جلوی سقوط فروپاشی هیمنه‌شو بگیره. دوستان عزیز، آقای دا سیلوا میگه که من تسلیم دلار نخواهم شد. من از این باور که ما باید به سمت ساختن یک نوع ارز جایگزین در مذاکرات با دیگر کشورها باشیم دست نخواهم کشید. من نیازی نیست که تابع دلار باشم. ترامپ از خط قرمز عبور کرده است. بله. این هم از صحبت‌های دا سیلوا و واقعیت هم اینه که جان به شدت داره به سمت چند قطبی میره و آمریکا دیگه جایگاه سابق نداره. نشون به اون نشون که ترامپ هر طوری میکنه که فروش نفت ایران به صفر برسونه اما موفق نمیشه و در اثر کمک هایی که چین به ما میکنه و البته احتیاجی هم که خودش به خرید امنیت انرژیش داره به ایران نیازمنده و نمیخواد تمام خریداران نفتش وابسته به آمریکا باشن مثل سعودیا گوش به فرمان آمریکا و اگر روزی که آمریکا امر بکند اینا دیگه نفت به چین نفروشن بحران اقتصادی واسهش ایجاد میشه. اینه که اونم به ایران مستقل به نفت ایران مستقل نیازمنده. خب دوستان قربون تو برم، برنامه ما به پایان رسید. سپاس از مهرتان. پیروز باش. یا علی.